درود بر شما عزیزان، امیدوارم هر جای این دنیا که هستین در لحظه به لحظه زندگیتون حضور داشته باشین و فصل اول جلد 3 کتاب تلوس با من همراه باشین. صدای گام‌هایمان در سکوت غار بازتاب می‌شد. هنوز از آخرین جلسه با آداما گرمایی در سینه‌مان شعله‌ور بود. من و فیلمساز آرام پیش می‌رفتیم تا اینکه در انتهای دالان نور طلایی تجمع بزرگان نمایان شد. آداما هم آنجا ایستاده بود با نگاهی آرام و مهربان، گویا سالها بود منتظر ماست. آداما گفت: درود بر شما فرزندان نور. اکنون زمان آن رسیده تا پرده های بعد 5 را کنار بزنیم. ما ساکت نشسته بودیم. من مشتاق و فیلمساز هم کمی گیج و کنجکاو. آداما نگاهی به ما انداخت و ادامه داد: بعد 5 جایی بیرون از شما نیست. به آسمان نگاه نکنید. اینجا در قلب شما، در همین زمین، در همین لحظه داره متولد میشه. اما باید آماده باشید. یعنی بعد 5 از رگ گردن بهمون نزدیکتر. مرد فیلمساز با کنجکاوی پرسید: این چه معنی داره؟ یعنی ما نباید بریم یه جای دیگه؟ یه بعد دیگه مگه نیست؟ مثل سفر در زمان میمونه؟ آداما لبخند زد و گفت: بله، اما این سفر درونیه. هیچ کس جز خود شما نمیتوانید آن را طی کنید. هیچ راه میانبری هم نیست. هیچ نجات دهنده‌ای نخواهد آمد، اما تمرین و تلاش هست. او دستش را بالا گرفت و نور ملایمی از نوک انگشتانش در هوا پیچید. آداما گفت: 4 تمرین، 4 دروازه. من یادداشت برداشتن رو آغاز کردم. برای اولین بار حس کردم چیز واقعی داره شروع میشه. دروازه اول، پرسش از خویشتن. آداما با صدای آرام گفت: نخست باید بپرسی واقعا کی هستی؟ چرا اینجا هستی؟ به چه چیزی ایمان داری؟ نه با ذهنت، بلکه با قلبت بپرسی. برو به عمیق ترین حوضچه قلبت، جایی که همیشه ساکت مانده بود. من چشمانم رو بستم. سوالات درونم مثل امواج بالا می آمدن. آیا من فقط همین بدن هستم، یا پشت این چشمها چیزی قدیمی تر و کهنه تر پنهان شده؟ دروازه دوم، دیدن باورهای محدود کننده. مرد فیلمساز پرسید: من با این ذهن شلوغم چه کنم؟ باورهایی که از بچگی بهمون خوروندن چی؟ آداما گفت: باید آنها را ببینی بدون قضاوت. بنویس. تمام باورهایی که تو را از درخشیدن باز می‌دارند را بنویس. حتی اگر ترسناک باشد، حتی اگر از عزیزترین باورهایت باشد. این لیست تاریکی نیست، بلکه فانوس راه توست. دروازه سوم، بازگشت به روح. آداما ما را به سکوت دعوت کرد. سکوت کنید. درون خودت، درون قلبت جایی هست که خدا هنوز نجوا می‌کند. به آنجا برو. نه برای دعا کردن، برای شنیدن. مرد فیلمساز گفت: برای اولین بار حس کردم یه چیزی درونمه و داره منو صدا میزنه. من لبخند زدم. این صدا رو میشناختم. این صدا همون صدایی است که همیشه با من بود و من نمیشنیدمش. دروازه 4، سپاسگزاری و پاکسازی روزانه. آداما گفت: هر روز صبح قبل از اینکه گوشیتو برداری، قبل از اینکه با دنیا روبرو شوی، در خلوت خودت بیدار شو. قضاوت را کنار بگذار و با انرژی‌های عشق و ایمان و شفقت بدنت را تطهیر کن. شب قبل از خواب آنچه در روز گفته ای، شنیده ای، اندیشیده ای یا احساس کردی را ببین. با احترام بپذیر، ببخش و خودت را رها کن تا فرشتگان تو را بازنویسی کنند. همان لحظه موجی از نور تالار را پر کرد. آداما دیگر نمی گفت، بلکه نشان می داد. ما آن ارتعاش بعد 5 را با پوست و استخوانمان احساس کردیم. نه به عنوان مفهومی ذهنی، بلکه درون قلب ما. جوینده حقیقت گفت: یعنی صعود همینجا شروع می شود، با دیدن خود واقعیمون، بدون فرار، بدون قضاوت. مرد فیلمساز گفت: شاید همه این سفر یک فیلم باشه، اما کارگردان همش خودمون هستیم. و آداما گفت: بعد 5 انتها نیست، بلکه
آغاز است. یعنی ما وقتی وارد بعد 5 بشیم با این همه زحمت، تازه شروع ماجراست. امیدوارم که دوست داشته باشین. جلد 3 کتاب تلوس، یعنی آخرین جلدش، کلا 3 جلده شروع کردیم. اولین فصلش رو براتون خوندم. امیدوارم که دوست داشته باشین، استفاده کرده باشین و امیدوارم کسانی که از قبل دعوت شدن و این 3 جلد کتاب رو دارن گوش میکنن، تو زندگیم تاثیرگذار بود، دارم میخونم براتون که مثل بقیه عزیزانی که خوندن بتونم تاثیرگذار باشم. امیدوارم که اتفاق افتاده باشه. امیدوارم دوست داشته باشین. کدا رو بردارین، استفاده کنین. قبل خواب و بعد از این که بیدار شدین رو فراموش نکنین. این فصل کلا همینو میخواست بهمون بگه. لطفا وقتی بیدار میشین مستقیم نرین توی گوشی، خود واقعیتون رو بیدار کنین. دوستتون دارم. در پناه خدا باشین. با فصل بعدی میبینمتون. چی بود؟ ما هنوز توی دنیایی هستیم که یه ویدیو از یه آدم کتک خورده. چته قریشی؟ فیلم عجیب است چیه؟ خدا حالا اتوبان شده داداش بیرون دیگه، همینطوری دارن میرن. این دروازه با رمز باز میشود، با نیت، با موتور. میشنوی داداش؟ امیدوارم بشنوی من چی تو مخمه، اسکوتر و صدا و این داستانا رو. فقط تجربه است. من اینجا رو گیر کردم. من در این قسمت گیرم. راستشو بخواین سطح آگاهی ها وجود داره و کدهای این میو میو جایی که عشق نه میل نه چی نه خالی. دوران مدرک چیه؟ یا علی یا خدا خیلی چشم میبینه داداش. نمیدونم دستم به چی خورده، این زیر همینجوری خطای قرمز ریز اصلا میبینم سفر انگار مورچه ها حمله کردن که شعله ای را در همان مکان اجرا. چی؟ پرش افکار دیگه، اصلا یه چیز از پرواز افکار دارم من، از پرش گذشته. جستجوی که نه. بخش 3. دیدگاه تلوسی ها در برابر نسبت به چی میگه قرش؟ از تونل هایی که به تمام کشورها میرسند. جوانان خوندم. شاید تو هم تابی. چیه ماما؟ ببخش. جوینده حقیقت پرسید یعنی بدن شما مثل ما؟ آدما گفت بمیرم برات داداش، سرویس میشه اینا دید کنی.